سرچشمه این پریوال پشت این یغناب این سرچشمه دریایی که از شاخه های دریای زرفشان همینجا سر می شود. نگاه کنید طبیعت ما را، این زیبایی طبیعت ما ببینید. این زیبایی و این خوشبختی و این دولت خداوند دادگی به من و شما ببینید. این وطن با تولد شد، یک شرایط به تولد شد که 90% ممکن یا که 80% یا که 99% возможность نیست برای موفق شدن. یکی وای آدم با خودش باوری کرده حرکت کرده موفق میشد. انمی آدم توانا گفتن در کن. همه خیلی آدمی که شکسته نشد و خودش به باوریش بای نداد انا همه توانا گفتن در کن. انا همه قوت درونی سیل ولی میگوین. من آرزو دارم که هر یک شما همین سیل ولی خودتون تربیت میکنید. شما میتونید که علم گیرید، علم به جای خودش است. نه که شما میتونید که آرزو داشته باشید. نه که نه علمتون کار فرمیدن میتونید، نه آرزوتون به رسیدن میتونید اگر که قوت درونیتون نباشد. السلام علیکم هموطنان عزیز و گرامی. من در قشلاق تولد شدگی هستم. این اول فرزاد، این اول نامش فرزاد. مردم ما به همین جای اول میبرد از ماه مای تا ماه سپتامبر. گاو مالش میبرند در همین کوسار. من در این بعضی جا میبینن. نگاه کنید، من این سرچشمه دیدید؟ این سرچشمه این پریوال پشت این یغناب. این سرچشمه دریایی که از شاخه های دریای زرفشان همینجا سر می شود. نگاه کنید طبیعت ما را، این زیبایی طبیعت ما ببینید. این زیبایی و این خوشبختی و این دولت خداوند دادگی به من و شما ببینید. این وطن ما چقدر وطن زیبای، وطن خرمای. هموطنان عزیز گرامی، امروز درباره سیل ولی گپ میزنم. راستی که پاتاجیکی نمیدونم که سیل ولی چی میشود. برای اما من سیل ولی گپ زدم میگیرم. این چی گفته گپ؟ این یک قوت درونی. این یک قوت درونی که شما نمیموند که ازدواج سکنید. این یک قوت درونی که شما یاردم میکند که کار تا آخرش برده رسانید. نسبش به از بحر کار نبراید. من میدونم که بسیار وقت برای که به مقصد رسی مشکلی ها هست. به مقصد رسی همه وقت راه هموار نیست. پیچ و تابی هاش هست، بلندی و پستی هاش هست. بعضی آدما همون مدت به دل شکسته می شود. بعضی آدم هم وقت به از بحر امید و آرزوش میبرد. برای همین برای شما سیل ولی در کار. سیل ولی به شما یاردم میکند که به همین امید و آرزوتون رفته رسید. هموطنان عزیز، یک چیز گفتنیم. من کدوم آدم توانا گفتن می شود؟ آدمی که شرایط خوب به تولد شدگی است، یا که آدمی که معلومات خوب دارد، شرایط خوب به تولد شدگی، پول و چیز دارد، پدر و مادرش دستگیری کردگی، انگویم یک دولتی به تولد شدگی است که همه شرایط مهیا هست. نه، سیل ولی کامفورت به پیدا نمی شود. میدونید کدوم آدم توانا گفتن ممکن است، کدوم آدم هنرمند گفتن ممکن است. همون آدم توانا گفتن میتونید که نه اون که بالا به هست، همون آدمی که افتید پایین با، نه که با قوت یافت خودش به باور کردن تونست و توانایی کرده با از سر نه بالا به برآمد. این یکم. دوم کدوم آدم توانا گفتن میشد؟ همون آدمی که ممکن که تولد شد که شرایط نیست، یک عائله کمبغل به تولد شد، یا که یگان خیلی کوهستان به تولد شد، یک جای دوردست به تولد شد، یک شرایط به تولد شد که 90% ممکن یا که 80% یا که 99% возможность نیست برای موفق شدن. نه که وای آدم با خودش باوری کرده حرکت کرده موفق میشد. انمی آدم توانا گفتن در کار. چرا که پایان بالا و برآمد استاد است. انم برای که پایان بالا و برآمد سیل ولی در کار، قوت در کار، خود به باوری در کار. میدونید آهنگر وقتی که آهن برای آهن با استفاده کردن، پودک کردن یا که دیگه چیزا کردن، اول آهن درون الاو میماند. وقتی که الاو با گرم میکند و یک فرم خودش میتید، پلوگ میکند، دیگه چیزا میکند، بعد گرفته با آب خنک میماند. برای چی؟ برای که همین آهن زکالیت کرده استال به تبدیل مییابد، از متال استال به تبدیل مییابد و آب تاب که گرفت بعد نمیشکند، با قوت میشود. نگاه کنید، و با قوت میشود. اگر که همین آهن گرم کردگی و فرم دادگی شما ببینید یک بار آهنگر چه خیل میکند، اگر که هوا آب خنک به نمانده کار فرماد و تیز میشکند. برای همه و البته آب خنک بمانده اخلجدن میکند، خنک میکند. دقت کنید. بعد و استال می شود. انسان هم میخیل. کدام انسان درونش با قوت است، کدام انسان درون روحان با قوت است. پسیکولوژی چیست که کدام آدم؟ همه آدمی که هم پستی و بلندی زندگی دید، کمبودی دید، از مشکلی ها
راه نجات یافت، از ته قرض و گرفت برآمد. همه آدمی که مثال ممکن که هم درآمد خوب داشت هم بی پول ماند. این بسیار مکتب حیات مکتب بقوت است. همه آدمی که ثروتمند بود و هم کمبغلی هم دید، هم ثروتمندی هم دولت داری هم بی دولتی، هم روح بلندی هم خوره، هم مهر و محبت دید، هم اونیژن دید. اونیژن چی گفتیم؟ آدم پیداش که و اسکربلیت کرد و اونیژت کرد و پس زد، طعنه کرد. همه خیلی آدمی که شکسته نشد و خودش به باورش بای نداد، انا همه توانا گفتن در کار. انا همه قوت درونی سیل وول میگویند. من آرزو دارم که هر یک شما همین سیل وول خودتون تربیت میکنید. شما میتونید که علم گیرید، علم به جای خودش است. نه که شما میتونید که آرزو داشته باشید، نه که نه علمتون کار فرمیدن میتوانید، نه آرزوتون برسیدن میتوانید اگر که قوت درونیتون نباشد. انا همین سیل وول اگر نباشد، سیل وول شما به یاردم میکند. انمون نیودچه هایی که میوه میخورید، временні نیودچه، هر یک همون مشکلی هایی که و میخورید، هوای پس سر کردن با هوای راه حلش یافتن با. اگر که همین قوت درونی نباشه سیل وول، شما هر یک چیزای عادی با دل شکسته شده از بحر کار میبروید. برای همون آرزو دارم که شما همین سخنای من که امروز گوش کرده ایستاده باشید، شما از همین مشکلی ها برآمدن فکر میکنید. دائما نگوید که میدونید که نه، نگاه کنید کدوم آدم با قوت شده میتاد، همون انسانی که همین چی گم насквозь эти препятствия видит цель. صرف نظر کدوم مشکلی باعث شما مقصد دیدن میتوانید. بعد بالا خودتون کار کرده، قوت درونی از زیاد کرده، پروفسیونال شده، هوای برفته میرسید. همین روز خلق تاجیک محتاج انمی خیلی فرزندها هست. انما شرایط خدا ما ساختن ما در کار برای فرزندها ما، برای نبیرو بیرما ساختن در کار. این به حد ضروره. برای همون قوت درونی خودتون زیاد کنید، قوت از بالای خودتون کار کنید، قوت درونی خودتون بیدار کنید، حرکت کنید. آرزو دارم که من شما دولت ما آباد کنیم. آرزو دارم که یک روز شما ببینم که شما همچون چمپیون، همچون پهلوان، همچون آدم توانا با من بخورید. خدا حافظ.